سلام و درود. فرزاد هستم. خیلی خوش اومدید به اوپیران. امشب و امروز ما میخوایم درباره تانل صحبت بکنیم، KCP و FRP. توی ویدیو قبلی ما یه سری پیش نیازها رو با هم دیگه انجام دادیم، بحث پرایوت IP ها و 624 رو با هم دیگه انجام دادیم. اگر ندیدین که حتما ببینید، خیلی بهتون کمک میکنه. من ویدیو امشب و این تانل امشب رو میخوام با 624 انجام بدم، هرچند که طبق تستی که کردم انیکست، چون 624 خب میدونید که توی حالت عادیش از انیکست استفاده میکنه، از روت انیکست، پینگش بالا رفته، ولی توی تانل بد نبود، راضی بودم، اوکی بود. میخوام حالا با اون انجام بدم. خب فقط در رابطه با بحث تانل، قبل از اینکه ما وارد اسکریپت بشیم، من یه سری نکات رو لازمه بهتون بگم. با توجه به ارورایی که داخل گروه صحبت میشد و مطرح میکردن دوستان، یه چند مورد هست که باید قبلش با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستان، اول از همه شما هر وقت سروری میگیرین، حتما DNS سرور رو و سورس لیست سرور رو چک بکنید و مطابق با اون استانداردهای متداولی که هست تغییرش بدید. اگر بلدید که منوالی خودتون این کارو بکنید که فبحال مراد. اگر بلد نیستید، یه سری اسکریپت ها هست، هم هاشمی، هم اوپیران، هم یه سری اسکریپت های خارجی هستن که پیشنهاد من از همین دو مورد ایرانی که داریم استفاده بکنید، چون مطابق با نیاز ماها اینا نوشته شده. حالا صرفا اسکریپت اوپیران رو من میخوام مثال بزنم. DNS سرور شما رو ست میکنه، سورس لیست شما رو اوکی میکنه، چنج میکنه به اون چیزی که باید باشه، آپدیت، آپگرید، و سواپ رو برای شما ست میکنه و BBR. هیچ چیز دیگه ای نداره توش. هیچ نگرانی از این که بخواید استفادهش بکنید نداشته باشید لطفاً. این کار رو حتما انجام بدید روی سرورهای خامتون اگر میخواید که به یه سری از ارورهای خیلی پیش پا افتاده نیفتین. این کار رو انجام بدید. این اولین مورد. دومین مورد دوستان، جدیداً سرورهای ایرانی که شما تهیه میکنید ممکنه 3 حالت داشته باشه. یکی این که ترافیک خروجیش به سمت خارج اکسس شده باشه. یعنی چی؟ یعنی این که سرور ایران شما ایران اکسس شده، نتش ملی شده، شما نمیتونید دایرکت تانل بزنید، مجبورید ریورس تانل بزنید. حالت بعدیش اینه که ترافیک ورودی به سرور شما اکسس شده، یعنی فقط اجازه SSH زدن از IP های ایران رو داره. توی این حالت شما دستتون یه مقدار بسته تره، باید پورت فوروارد انجام بدید. بعد از این صحبت هم درباره انواع پورت فوروارد و تانل هم صحبت میکنم. فقط دایرکت میتونید استفادهش بکنید و اونم پورت فوروارد متاسفانه. حالت سوم هم اینه که اصلا آی پی شما فیلتر میشه، آی پی ایران. حالا من این حدسیات منه که یه سری از دیتا سنترها که حالا مراوده‌ای با زیر ساخت و یا فایروال ندارن، وقتی به شما سروری ارائه میدن و این ترافیک این سرور توی تانل بالا میره، فایروال بدون اینکه کار داشته باشه که این آی پی خارج ایران فیلتر میکنه. اونایی که مراوداتی دارند به جای اینکه فیلتر بکنه اکسس میکنه. این حدسیات منه توی این زمینه، واقعا هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم، فقط حدسمه با توجه به چیزایی که شنیدم از دیگران. در رابطه با تانل و پورت فوروارد دوستان، پورت فوروارد یعنی که یک ارتباط یک طرفه.
مثل این میمونه من شماره‌مو دایورت کردم رو شماره دوستم، شما به من زنگ میزنید ولی گوشی دوستم زنگ میخوره. تانل یعنی که یک ارتباط دو طرفه و رفت و برگشتی، یعنی دوست من هم شماره‌شو دایورت کنه رو شماره من. شما به هر کدوم از ما که زنگ بزنیم اون یکی زنگ میخوره. این هم میشه تانل. توی پورت فوروارد ما سوکات رو داریم، آی پی تیبلز رو داریم و دکودمودور. اینا میشن پورت فوروارد. توی پورت فوروارد ما هیچ کاری به سرور مقصد نداریم، همه کارا توی سرور مبدأ انجام میشه. توی بحث تانل ها که حالا اگر عمری باقی موند و بازم در خدمتتون بودم در ادامه سعی میکنم یکی یکی روش های تانل رو بگم با توجه به شرایطی که به وجود اومده، شرایط فعلی که بسیار شرایط تأسف برانگیزیه. شما سرور ایران بخری 800,000 تومان و بعد فیلتر بشه آی پیش. واقعا متاسفم برای این دیتا سنتر. خب بچه بریم برای شروع کردن ویدیو. من یه ریویو بکنم که چه کارها تا الان کردم و میخوام چه کار بکنم. یه سرور خارج من دارم، 3 تا کانفیگ روش ساختم، یه دونه TCP که ریالیتی باشه، یه دونه WS وب سوکت و یه دونه هم gRPC که بدونید تفاوتی توی پروتکل نداره برای این کار. و همونجوری که با همدیگه توی ویدیو قبلی دیدیم من یه سری آماده سازی ها رو انجام دادم که فایلش هم اینجاست. آره. خب آپدیت و آپگرید رو کردیم، اپتیمایزر رو انجام دادیم و بعد ریکوایرمنتس هاش رو انجام دادیم طبق چیزی که داخل گیت هاب آزومی هست. فقط من یه چیزی بگم که من اینجا آی پی خارجم رو مجبور شدم نسبت به ویدیو قبلی تغییر بدم به خاطر اینکه اون ویدیو رو زودتر آپلود کردم و مجبور شدم حالا این آی پی رو تغییر بدم. ریکوایرمنتس هاش رو نصب کردیم و اوکی شد. حالا برای اجرای خود اسکریپت میشه اجرای پایتون این اسکریپت. پنل هم صناییه روی خارج نصب کردم و 3 تا پورت پشت سر هم دادم چون که میخوام پورت رنج رو توی این اسکریپت بهتون نشون بدم برای کسانی که پورت زیادی دارن، حالا ریورس پروکسی نکردن که تک پورت باشن و یا هر چیز دیگه ای که اون هم شامل حالش بشه پورت رنج. خب ما میایم اسکریپت رو به این طریق من این رو دیگه بزرگش کنم، این سرور خارجمه، این سرور ایرانمه. فقط قبلش ببینید من روی ایرانم هم تانل بروکر دارم، هم 624 گرفتم، هم میتونستم پرایوت آی پی هم بگیرم. یه نکته رو من یادم رفت بهتون بگم. ببینید بچه اون اسکریپت من که پرایوت آی پی ها رو براتون ست میکنه برای تانل نمیتونید استفادهش بکنید. توی تانل با پرایوت آی پی شما باید 2 تا پرایوت آی پی به همدیگه روت بشن، به همدیگه مرتبط بشن، وگرنه شما نمیتونید پینگ سرور ایرانتون رو توی خارج بگیرید. برای این کار آزومی زحمتی کشیده. من فقط اینو یه لحظه بازش بکنم بهتون بگم اینهاش. اسکریپت 624 GRE IP SIT این چه کار میکنه؟ کارش اینه براتون پرایوت آی پی ها رو بر اساس پابلیک آی پی هاتون به همدیگه روت میکنه از طریق دستور آی پی ادرس یا همون آی پی به همدیگه مرتبطش میکنه. یعنی اگر میخواید از طریق پرایوت آی پی ها تانلتون رو انجام بدید با این اسکریپت به راحتی میتونید انجامش بدید. اگر نه
میخواید 624 پابلیک داشته باشید مثلا IP6. این اسکریپت این کارو دیگه نمیکنه براتون، با اسکریپت من باید انجام بدین. همین، فقط میخواستم یه توضیحی بهتون داده باشم. 624 اینجایی که آزومی زده یه جورایی مثل پرایوت IP میمونه ولی با فرمت 624. انگار مثلا کانورت کردی IP4 تو و به سرور خارجت تانلش کردی و حالا میتونی از پرایوت IP هات استفاده بکنی توی تانلت. دیگه همین. آره خب من اینجا 624 رو باید کپی کنم که داشته باشم، بیام اینجا توی چک نویس، اینجا ایران 2، اینجا هم گذاشتمش. اوکی، برگردیم. برو که رفتیم. خب ببینید، قبل از اینکه من اینو شروع بکنم بذارید منطقش هم بهتون بگم. واقعا این منطقش رو باید بدونید. این چیزیه که خود سازنده FRP توی گیتاب خودش گذاشته. منطقش چیه FRP؟ ببینید اینجا گفته یوزر وصل میشه به FRPS، خب که یک پابلیک ادرس داره و بعد از اونجا هم در ارتباط هستش با کلاینت FRPC که از طریق حالا یا لیر 4 یا لیر 7 اینا به هم دیگه ارتباط دارن. و اینکه میخواستم این رو بگم، توی این اسکریپت آزومی چه کار کرده؟ سرور ایران نقش FRPS رو بازی میکنه. سرور ایران میشه FRPS و سرور خارج میشه FRPC. توی حالا عامیانش این میشه ریورس تانل، در صورتی که میخواستم اینو بگم که دیفالتش، چیزی که خود سازنده داره میگه دیفالت باید اینجوری بزنی. ما به اسم ریورس استفاده میکنیم ولی این دیفالتشه. دیفالتش اینه که شما از اون لوکالی که هستی بشه سرور، اون ریموتی که هست داری بشه کلاینت. نمیدونم حالا خوب توضیحش دادم یا نه. گیتاب خود سازنده هم هست، تمام توضیحاتش هست، میتونید ترجمهش هم بکنید، کامل خیلی قشنگ توضیح داده. من چون هی استرس اینو گرفتم زمان ویدیو زیاد نشه، همش کامنت میگیرم که زمان ویدیو طولانیه. والا 2 نفر میشینن جلو دوربین اکسپلور گردی میکنن، 1 ساعت 2 ساعت کلی هم ویو میخورن، هیچ مشکلی نیست. بعد ما برای آموزش خودمون و ارتقای دانش خودمون حاضر نیستیم هزینه کنیم از وقتمون. خب ببینید این اسکریپت رو که ما باز میکنیم، اولا که بدونید توی ایران باید اول انجامش بدین، یعنی کانفیگ شما توی ایران باید اول انجام بشه. چرا؟ چون گفتم که ایران نقش سرور رو بازی میکنه، خارج نقش کلاینت. پس اول باید یک سروری ران بشه که اون کلاینت بتونه بهش متصل بشه. خب پس توی ایران اولین کاری که میکنیم اینستالیشن رو باید بزنیم. توی اینستالیشن توی سرورهای ایران اگر DNS تون، اگر سورس لیستتون مشکل داشته باشه، به این مشکل برخورد میکنید. خب بعد از اینکه این نصب تموم شد، برای اینکه چک کنید که نصبتون انجام شده، توی قسمت روت سرورتون این فولدر FRP و این فایل ها باید توش باشه، وگرنه سرورتون ران نمیشه. خب ما اول با KCP شروع میکنیم، میریم شماره 3 رو میزنیم. TCP تانل رو نمیگم چون که توی لود بلنسر میخوام در موردش صحبت کنم.
مثل همن، این عملا مثل همن. حالا بعد میگم حالا چرا. الان با KCP میریم شروع میکنیم تا عرض کنم. خب منوی KCP رو که باز کردین، کاری به این منوهای بلند بالا نداشته باشید. ما فقط یه ایران نیاز داریم، یه خارج. خارج 2 3 4 5 اضافه است. دو شب پیش هم با خود آزومی که صحبت میکردیم یه تغییراتی توی این داد، به خاطر اینکه بتونید هم KCP بزنین هم TCP بزنین. یعنی در واقع به خاطر اینکه هر دو متد رو بتونید با هم اجرا داشته باشید، اسم سرویس رو تغییر داد برای KCP و همچنین یه منوی دیگه هم بهش اضاف کرد. منوی یه وریبل توش اضاف کرد، لود بالانس پورت، که بتونیم دستی دوتا رو متمایز از هم دیگه بذاریم. ما الان توی سرور ایران هستیم، پس یک رو میزنیم. Enter local ports. ببینید بچه ها، این پورتی که الان شما میخواید بدید پورتیه که از سرور ایرانتون قرار تانل بشه به سرور خارجتون. یعنی اگر 3 تا کانفیگ من 8080 8081 و 8082 هستش، توی ایرانم هم میتونم همینا رو بدم، میتونم هم ندم، 3 تا پورت دیگه بدم. اوکی؟ ولی من حالا مشابه میدم. اونجا هم که گفتم پورت ها رو پشت سر هم گذاشتم برای اینجا بود. 80 بود، خط فاصله 83 بود فکر کنم، 81 82. حالا من 3 میزنم، مثلا مهم نیست. خب 80 تا 83 این پورت رنجه. وقتی خط فاصله میذاریم، اگه تک پورت خواستم بدم چه جوری میدم؟ کاما 81 82 اینجوری میتونم بدم. پورت رنج هم میتونم بدم 83 مثلا. اینتر. میگه توی سرور خارج چه پورت هایی کانفیگاته؟ ریموت پورت منظورش پورت کانفیگته. 83 اینتر. خب ببینید KCP پورت بچه ها، توی تانل هایی از سبک FRP که یک سرور نقش سروره، یک سرور نقش کلاینته. این دوتا سرور باید از طریق یک پورت مجزا به همدیگه متصل بشن که اون تونل شکل بگیره. وقتی این تونل شکل گرفت، شما هر پورتی رو به هر پورت دیگری میتونی تانل کنی. پس این پورتی که اینجا ما میدیم توی این تانل FRP، این پورت KCP پورت یا تانل پورت که توی TCP هستش که میشه حالا همون TCP پورت، این پورت تانلمونه، پورتیه که قراره هر دوتا FRP ها به هم دیگه وصل بشن. هر پورتی میتونی بدی. این که بین علما هم اختلافه که مثلا 443 بذاری به خاطر امنیتش. اینا بچه پورت امنیت ایجاد نمیکنه به تنهایی. این که میگی مثلا فکر کنی 443 بذاری امنیت ایجاد کردی برای تانلت، اینجوری نیست. شما هر پورتی که اتفاقا به نظر من پورت های متداول نذار. این پورت ها حیفن، روی سرورت نباید مشغول یه چیز بی خودش بکنی. یه پورت غیر متداول براش بذار. اگر 443 هم مشغوله خب دیگه هیچ. اگر نه دوست داری 443 بذاری، بذار 443 اصلا هیچ مهمی نیست. آقا من اینو میذارم 4422. سوال بعدی که این جدید اضاف شد، اینتر لود بالانس پورت. چرا اضاف شد؟ بچه ها ببین داخل TCP تانل
پورت لود بالانس 8443 و اگه بخوایم دوتا رو با هم دیگه ران بکنیم اینا تداخل میخورن با هم دیگه. لود بالانس پورت کارش چیه؟ ببینید شما قراره دو تا سرورتون به هم دیگه وصل بشه و چند تا کانفیگ رو شما اینجا میخواید پورت بهش بدید و بین اینا لود بالانسینگ ایجاد بکنید. چون یک بار فایل لود بالانسینگ رو توی TCP مثلا اجرا کردید با پورت 8443 که پیش‌فرض خود آزومی قرار داده، اینجا هم اگه KCP رو ران میکردید لود بالانسینگتون اجرا نمیشد. پس اینو قرار داد که شما یک عددی بدید توی TCP که الان بهتون گفتم 8443 من اینجا میذارم 8444. این قراره بین دوتا سرور باشه، اصلا شما هیچ کاری با این ندارید. اینتر رو میکنیم، سرویس رو میسازه و یه چیزی رو خودش پیش‌فرض قرار داده to our reset timer added. ریست میکنه هر 2 ساعت یک بار ریست میکنه، چیز خاصی نیست. این نیست که فکر کنی تانلت قطع میشه. پس این اجرا شد، ما دیگه کاری با این نداریم. الان سرور ما ران شده، بعد بریم سراغ کلاینتش. اینتر میریم این بر. خب توی خارج اینستالیشن، من اینو نصب کرده بودم دیگه، اینجا هستش مشخصه ولی اب نداره. خب میریم داخل KCP. ببینید خارج اینجا من بهتون گفتم بقیه منوها شما کاری بهش نداشته باشید. ببین فرض کن شما میخواید یه ایران رو به 2 تا خارج بزنی. اوکی، خب یک بار توی همین خارجی که هست اینو ران میکنی و با همین منوی خارج یک واردش میشی و کلاینتت رو اوکی میکنی. توی سرور بعدی هم باز همین اسکریپت رو ران میکنی و با همین خارج یک میری توش. حالا 2 و 3 و 4 رو گذاشته وگرنه کامنت هاش یکیه و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. میتونی به خاطر اینکه حالا قاطی نکنی یا هر چیزی وارد خارج 2 بشی که بفهمی خب الان سرور دومته، وگرنه همون 2 رو میزنی و وارد میشی. خب سوال اولش اینه که میگه که چند تا پورت داری. ما اونجا چند تا پورت دادیم بهش؟ 80 80 80 81 80 82 80 83 دادیم بهش. ولی خب 3 کانفیگ نداریم، ما همون 3 تا رو بهش میدیم. ما 3 رو فرستادیم از سمت سرور، میتونیم از سمت کلاینت بهش وصل نشیم، ما همین 3 رو میفرستیم. میگه IP 4 یا IP 6 سرورت رو به من بده. ما اینجا سیوش کردیم. من دارم از 624 استفاده میکنم. شما اگر نیتیو IP6 دارید از IP6 تون استفاده کنید. میگه چه پورت تانلی گذاشته بودی؟ چند گذاشته بودم؟ ای بابا، من یه لحظه پاز بکنم برم نگاه کنم ببینم پورت چند گذاشتم. خب بچه ها من 4422 گذاشته بودم ولی گفتم بیام به شما هم نشونش بدم. ببینید وارد سرور ایرانم شدم، توی فولدر FRP. خب بهتون گفتم ایران FRPS، اینا رو یادتون بمونه. FRPS.TOML اینو بازش میکنم. اینجا تمام مشخصاتی که من دادم و نوشته، لود بالانسینگش که هست و پورت KCP بیند پورت من 4422، پورت کانفیگ هام هم اینجا گذاشته. اوکی، پس شد 4422.
برمیگردم این و 44 22. لود بالانسینگ پورت هم 84 44 بود دیگه. 84 44. خب ببینید اینو برای چی گذاشته. یه گروپ نمبر به خاطر اینه که اگر شما مثلا الان من 3 تا پورت گذاشتم، حالا میرم 3 تا کانفیگ دیگه میسازم، میخوام اون 3 تا کانفیگ رو هم به تانلم اضافه بکنم. این عدده باید توی ذهن شما باشه، یه جایی ثبتش بکنید. در ادامه بهتون میگه که اگه خواستید دوباره پورت اضافه بکنید چه عددی بدید، چه تگی رو بدید. خب الان ما فعلا یک اینجا، چون اولین باره که داریم انجام میدیم، اینو 1 میزنیم میریم جلو. خب رسیدیم به پورت دادن. لوکال پورت اولین چیزی که ما اینجا داریم چیه؟ 80 درسته دیگه، اولین پورتمون 80 بود. ریموتش هم 80 دادیم. ترتیب اینم مثل ترتیب توی ایرانتون ها، حواستون باشه. رفت برای پورت بعدی، چون ما اینجا 3 تا داده بودیم. 81 81 82 82. خب ببینید بچه ها، last v to array number 4، یعنی اگر شما پورت بعدی خواستید اضافه بکنید میشه 4 بر اساس تعداد پورت شماست. اینو تگ میزنه به خاطر اینکه توی اسکریپت خودش وقتی میخواد این کانفیگ ها رو وارد بکنه احتیاج داره که بدونه که این تکراری نباشه. بیشتر بحث ولیدیشن چک محسوب میشه، اسکریپتیه، به خاطر اینکه ارور نگیرید حواستون باشه به این قضیه. پس ما پورت 4 رو خواستیم اضافه بکنیم، اینجا توی این سوال میگیم 4. اوکی؟ خب اینم اینتر، تموم شد. حالا فرض کنیم 3 تا کانفیگ دیگه دارم من. خب توی 3 تا پورت دیگه هست، میخوام روی سرور دوم خارجم هم همین کارو بکنم. فقط نگاه کنید توی تانل ما پورت یکسان نمیتونیم بدیم. یعنی الان توی ایران من پورت 80 رفته به سمت این سرور خارج من، تموم شد 80 دیگه. اگر شما یه سرور دیگه داری، خب یه سرور خارج دیگه داری، پورت کانفیگ 80 نمیتونی بدی اگر میخوای از این سرور ایرانت تانلش کنی، مگر یه سرور دیگه باشه. خب بریم برای تستش ببینیم اصلا وصل مونده یا نه. آی پی ایران رو من کپی میکنم، میام اینجاها پیستشون میکنم. 174. خب ببینیم پینگ میده بهمون یا نه. خیلی هم عالی، پینگ هم بهمون داد. پس KCP ما با قدرت هرچه تمامتر داره کار میده. فقط اینو بدونید KCP بسیار پرقدرته و بسیار منابع بالا میخواد. پس حواستون رو جمع کنید برای اینکه از منابع الکی استفاده نکشید. و اینو هم در نظر داشته باشید که من با 624 تانل کردم. الان من 624 رو خودم و اینجا براتون پینگ میگیرم، ببینید پینگش چنده که داره به من الان جواب میده.
کلیر. خب پینگ 624 منو فقط نگاه کنید. 414 272 541. یعنی با این مشخصات تانل من داره کار میده. حالا اگر تانل بروکر که دیگه پینگ تانل بروکر خیلی بالا باشه 100 نه 110. با اون خب مسلما بهتره نیتیو باشه که اصلا دیگه معرکه است. خب بچه ها من یه لحظه پاز کردم که برم سرویس KCP رو ببندم ببینم همچنان این بستنه درست کار میکنه یا نه. این الان نباید پینگ بدن به من. خب الان به من پینگ نمیدن. میخوایم بریم الان FRP بزنیم باهاش، یعنی TCP بزنیم باهاش. خب ببین بهتون گفتم که من TCP تانل رو دیگه نمیخوام برم، چون میخوام از طریق همون لود بالانسش، یعنی یه منوی کامل ترش. TCPش با گزینه 4، یعنی آقا شماره 2 و 4 یکی هن. با 5 و 6 و اینا هم یکی هن. پس ما الان شماره 4 رو انجام میدیم. شماره 4 ایران هم هستیم. بله. خب توی TCP هم دقیقاً مثل KCP ما از ایران سرور رو ران میکنیم، توی خارج تحویل میگیریم و بهش وصل میشیم. ایران شماره 2. اینجا سوالی که میپرسه میگه داشبورد رو میخوای یا نمیخوای. داشبورد چیز خاصی نداره، شما فقط به صورت یک رابط گرافیکی میتونی وصل بشی به آدرس پنلش داشبوردت و اونجا تونل هات رو ببینی. از توی داشبورد چیزی که من یادمه حقیقتا فکر کنم نمیشد از اونجا ما تانل بزنیم یا حذف کنیم. فکر کنم شاید اشتباه بکنم، خیلی وقت ازش میگذره. ولی داشبورد احتیاج نداریم چون سرعت کارمون بالاتر میره، سرعت انجام کارمون. شماره 2 without dashboard. خب بچه ها اینجا هم دقیقاً عین KCP ما میتونیم پورت رنج بدیم، میتونیم پورت تکی بدیم. 80 80 کاما 80 81 کاما 80 82 یا 80 80 خط فاصله 80 83. اینم چرا هی 3 میدم. 80 83. ریموت هم چی بوده؟ کانفیگام، پورت کانفیگام چند بوده؟ 80 80 80 83. کاما هم میتونستم بدم اینجا، پورت رنج هم میتونم بدم، همینه. اینتر. تانل پورت چی باشه؟ توی KCP ما اسمش KCP پورت بود، اینجا TCP پورته. خب فراموش نکنید اینو. میگه میخوای پورتت اینجا چند باشه. اونجا ما دادیم 44 22. اینجا میدیم 44 مثلا 23. خوبه یادم بمونه فقط 44 23. خب تموم شد. بذار اینو اصلا اینتر نزنم تا این ور. خب میایم شماره 4 خارج. خب ببینید اینجا 2 تا سوال ازتون میپرسه. میگه میخوای IP6 ایرانتو بدی یا میخوای IP4 ایرانتو بدی. متد 1 IP6 ایرانته، متد 2 میشه IP4 ایرانت. توی خود کامند اینجا تمایز گذاشته، چون که توی FRP TCP توی کامندی که میخواد بزنه اگر قرار باشه از IP4 استفاده بکنه
میزنه 0.0.0 یعنی میزنه از هر چی، از هر اینترفیسی. ولی توی IP6 باید مشخصه IP6 رو بزنه، یعنی براکت 2.2.1 اینجوری. به خاطر همین توی TCP مهمه که درست انتخاب بکنید، ولی توی KCP اینو لحاظ نکرده بود. خب ما میزنیم متد 1 چون میخوایم از 6 to 4 استفاده کنیم، از IP4 هم میتوانیم. 1 درست اینتر. دقیقا مثل KCP میگه چند تا پورت داری، ما بهش میگیم 3 تا داریم. میگه چند تا IP6 خارج داری برای لود بالانسینگ. درست جواب دادن دیگه. for each different port should be 3 تا گروپ داریم. خب تعداد IP6 های خارج برای لود بالانسینگ رو میخواد بدونه. ما الان این سرورمون یه دونه بیشتر نداره، میتونستیم من براش 4 تا 5 تا بگیریم. ما فعلا میزنیم 1. برای گروپ 2 ببین اینجا گروپ رو شما همون پورت در نظر بگیرید. پورت 1، پورت 2 و پورت 3. یعنی میگه پورت 8080 یه دونه IP6 میخوای بهش بدی یا نه، یا همون ایران رو با پورت 8080 به 3 تا IP6 میخوای بفرستیش. منظور اینه. اینم باز یه دونه است. من اینا رو سریع بزنم. اینم باز یه دونه است. میریم برای سوالات بعدیش. خب میگه IP6 ایران تو بزن. بریم دوباره کپیش کنیم. اینم 6 to 4 ما. تانل پورت رو چند زدیم؟ خوب شد نگرش داشتم. 4423 4423 تانل پورت همونه. ای بابا خارج IP6 مون میخواد. IP6 مون رو برداریم و لوکال پورتمون که میشه 8080. ریموت پورتمون هم 8080 بود. اینجا پورت رنج نمیتونیم بدیم چون تک تک هم میپرسه ازمون. خب دوباره IP6 رو میدیم 8081 8082 IP رو میدیم 8082 وای 8081 رو زدم به 8082. پس اینجا باید برعکس بزنم 8082 8081. آره دیگه الان اوکیه. خب این اینتر، ایشون هم اینتر بزنیم برگرده به صفحه اصلیش. الان باید تانل ما برقرار باشه. چک کنیم. این مشکل آیپیه کار دست من داد که اشتباه زدم. 8081 و 8082. خب میتونیم هم اصلاحش بکنیم.
توی خارج FRP اصولاً باید اینجا ثبت بشه. من پاز میکنم پیداش میکنم که وقت شما تلف نشه. خب بچه ها، برای ادیت کردنش من اومدم توی سرور خارجم FRPC، اینا رو هی تکرار میکنم که تو ذهنتون بمونه. frpc.toml اینو بازش میکنم. خب اولی که این چیزاست که چی توکن آزومی میتونید تغییرش بدید. این دیگه ازتون سوالشو نپرسید دیگه، خودش گذاشته به خاطر اینکه سوال جواب زیاد نشه. آی پی مون که اینه، لوکال پورت 8080 ریموت پورت 8080، بعدی 8081 بود که ما اینو اشتباه زده بودیم، اینم 2 میزنیم. سیو. وای میسیم تا سیو بشه، میریم داخل 7 ریستارت میکنیم تانل رو. کجایی؟ 7 TCP تانل لود بالانسینگ فکر کنم شماره 3 باشه. ریستارت سرویس 1. خب امیدوارم به خاطر اینا رو چک کنم اول. خب این 8081 مون که درست شد، اینم جداگونه نگرفته بودم سری قبل، اینم درست شد. پس الان 3 تا پینگ داد. خوبم شد یه جورایی شما ادیت کردنش هم دیدین که اگر اشتباه کرده باشید جایی که نخواهید از اول انجامش بدین، و دیلیت کردنش هم که مشخص آن اینستال رو میزنید. KCP رو دیدید، TCP تانل رو دیدید. اگر اطلاعاتی که دادید و فراموش کردیدم که بهتون گفتم کجاست، برای ادیت کردنش هم که بهتون گفتم کجاست. ببینید دوستان، منوی لود بالانسر 10 تا خارجی، یه دونه ایران، 20 تا خارج، 3 تا ایران، اینا شما کاری با اینا ندارید. یعنی اینو صادقانه دارم میگم، شما هر سرور رو جداگونه باید کانفیگش رو انجام بدین. فقط شما منطق قضیه رو درک کنید. پورت یکسان از یک سرور نمیتونه به 2 تا سرور بره، این یه منطقش. دوم این که ایرانتون همیشه نقش سرور رو داره، خارجتون نقش کلاینت رو داره. شما میتونی حتی یه قدم فراتر برداری، 3 تا ایران رو بزنی به یه دونه خارج، آی پی هاش رو برداری ببری توی کلود فلر. خب اینجا مثلا یه دامین داری fff.ddd.com، خب جلوی این میذاری 111111111. خب این آی پی اول ایرانته. دوباره یه رکورد ای دیگه درست میکنی ff2 نه عذر میخوام fff.ddd.com، دوباره همین اسمو میدی، این دفعه جلوش آی پی دوم ایرانتو میذاری. خب دوباره همینو مینویسی، این دفعه آی پی 3 ایرانتو مینویسی. بعد TTL رو که توتال تایم لیوه، که اونجا بررس فکر کنم دقیقه است یا ثانیه است نمیدونم، ست میکنی مثلا برای 12 ساعت. خب هیچ ضمانتی که لود فلر بهتون نمیده که دقیقاً سر 12 ساعت آی پی ها چنج بشن. این هم خودش لود بالانسینگ دیگه.
چون خودش لود بالانسر داره. از طریق TTL مناسب نیست کسی بیاد لود بالانس کنه، ولی خب بالاخره برای ما هم نعمتیه دیگه. حالا یه 10 دقیقه ربع ساعت نیم ساعت جلوتر عقب‌تر IP چنج میشه. برای اینکه بتونی بار ورودی یوزرها که به سرور ایران وصل میشن و از سرور ایران میخوان برن روی خارج، یه دونه خارج، اینا رو بتونی لود بالانس کنی که ترافیک زیادی روی این IP تو نباشه. حالا این ستا رو تو میتونی به 2 تا خارجم بزنی، به شرط اینکه پورت کانفیگ خارج 1 با پورت کانفیگ خارج 2 یکی نباشه. اینجا اگه 80-80 داری، اینجا 80-81 داشته باشی. اون وقت توی تمام ایرانات پورت رنج بزنی از 80-80 تا 80-90. خب ولی زوجا رو روی این بذار، فردا رو روی این بذار مثلا، و همه ایرانا همون پورت رنج 80 تا 90 رو تانلشون رو بزن. اینجوری تو میتونی 3 تا ایران رو به 2 تا خارج بزنی. حالا این 3 تا رو بکن 10 تا ایران، اینا رو هم بکن 20 تا خارج. باز دقت کنی میبینی کار تو باز با همین منوی 4. برای KCP هم باز همینه، با همون منویی که من انجام دادم، هیچ فرقی ندارن آقا. و همین تموم شد بالاخره آقا. این تانل تموم شد. الان KCP رو یاد گرفتی، TCP رو هم یاد گرفتی، تانل FRP. انشالله اگر عمری باقی مون تانل های بعدی هم با هم دیگه انجام میدیم و میریم جلو. تا درودی دیگر، بدرود.